همراه باشید برای قزوینگردی. برای تولد مامانم تصمیم گرفتم یه تور بگیرم. همونجوری که تو اینستاگرام میگشتم یه تور قزوین پیدا کردم و خب بدون معطلی، چون نوشته فقط 2 نفر ظرفیت داره، سریع پولو واریز کردم و این تور رو گرفتم. منتها من تا همون لحظه قبل از سوار شدن ماشین شک داشتم که اصلا این تور هست، اصلا همچین آژانسی وجود داره، برم اونجا ببینم هیچکی نیست چی کار کنم. و واقعا خیلی ریسکی بود همه چیز، چون خیلی سریع خریدمش، هیچ اطلاعاتی در مورد تور نداشتم و کاملا ریسک بود. تا اینکه سوار ماشین شدیم، یک ماشین داغون قراضه‌ای به تمام عیار، جوری که صندلی من کج بود و هر لحظه امکان داشت بیافتم. تور لیدر ما یه خانم بود و یک آقا که زن و شوهر بودن و خب خیلی جالب بود که همکارن. از حق نگذریم، رانندم خیلی باحال بود. گفت هر که دوست داره به بلوتوث وصل بشه و هر آهنگ که دلتون میخواد پخش کنید. واقعا آدم بامزه و باحالی بود. شاید اکثرا همه جا اینطور باشه، ولی تورای شمال شبیه اردوهای مدرسه است. من این کیفمو تازه گرفتم و فقط با هدف تور و سفر، چون میخواستم یک کیف جمع جور داشته باشم و خیلی اتفاقی بعدا متوجه شدم جاسویچی که دارم چقدر به این کیف میاد و تصمیم گرفتم توی این جاسویچی رو پر از شکلات کوچولو کنم که هر کی رو دیدم و خوشم اومد یه شکلات کوچولو بهش بدم، با هم دوست بشیم. ما برای صبحانه پیاده نشدیم و خب غذا آورده بودیم. این پنیر گودا رو به انتخاب دوستم خریدم، گفت خیلی خوشمزه است و بدمزه ترین چیزی بود که تو عمرم خوردم، هرگز نخرید. اینجا هم سقفا نگاه کن چقدر داغون بود. مامانم نون پنیر خورد، منم ساندویچ کتلت. تو اینجور تورا معمولا خانم‌ها خیلی مسن هستن و حالا که خیلی کمش میاد افراد جوان باشن، پسر که اصلا نیستن، اکثرا دخترن یا خانم‌های خیلی مسن. یکی از سفرامون بمب انرژی بود، یه خانم خیلی مسن که کلی با خودش لباس محلی آورده بود. یکم که گذشت نارنگی خوردیم. ما دوست داریم تو ماشین مدام خوراکی بخوریم. این پفک رو به خاطر مامانم خریدم، چون عاشق پفک چیتوزه و بهش گفتم باز کن و نمیدونم چون داشت فیلم ضبط میشد استرس گرفت و بدترین شکل ممکن این پفک باز شد. اصلا چطور ممکنه؟ مرحله بعد یه چیز ترشه. اینو خریدم به جای لواشک. راستش من مزه اینو خیلی دوستم، هرچند اینی که خریدم خیلی توش شلابکی بود. بعدی تخمه با سس رنچ، واقعا بدمزه بود، ولی اصلا جدا از مزهش این بستش باز نمیشد، نه از بالا نه از پایین، نه اصلا هیچ جوری باز نمیشد. حتی از کنار خواستم باز کنم، واقعا سخت بود. یعنی کلی من تلاش کردم، بعدش آخرش دادم مامانم کلی تلاش کرد و در نهایت به زور و بلا بازش کردیم و میگم مزهش فاجعه بود و خب یه عالمه تخمه بود، نمیدونستم چی کار کنم. تعارف کردم به بقیه همسفرها. اول مقصدمون کلیسای کانتور بود که خب به عنوان کوچکترین کلیسا میشناسن که الان قرار تمام توضیحات رو در موردش بشنویم. تو سایت پوینت ها و اینا زدن کوچکترین کلیسای ایران، ولی اینجوری نیست. کلیسای کوچکتر از این هم من رفتم، ولی کوچکترین کلیسای ارتدوکس ایران. خب اینجا اسم کلیساش به اسم کلیسا کانتور معروفه. حالا یه سری هم دوباره اشتباهاتی توی سایت ها زدن که کانتور گفتن که داشتن خط راهن نظامی میساختن و برای ارتباط نظامی بین قفقاز روسیه تا گسترش بدن اشغال نظامی خودشون رو به مرکز و مقابله کنن با نیروهای انگلیسی که در جنوب تا مرکز ایران بودن و از طریق خط راهن میتونن سلاح بیارن، سرباز بیارن، برن. اینجا کانتور یا کانتورا توی
زبان روسی معنی محل جمع شدن، محل بررسی، اداره به این معانیه و اینجا به اسم کلیسای کانتوراست، یعنی کلیسایی که تو این محوطه ساخته شده برای در بین ساختمان‌های اداری نظامی که اینجا بود. حالا بقیه جایی که مثلا انبار تسلیحات بوده، سربازخونه بوده، نمیدونم انبار تجهیزات راهن بوده، اونا از بین رفته. این کلیسا تو زمان پهلوی ثبت شد. حالا لیدر در مورد نمادی که سردر این کلیسا بود خواست توضیح بده. یه صلیب که پایینش هم یک چوبی داشت. بس که پایینش بلندتر. خب ولی صلیب ارتدوکسا متفاوته. یه خط مورب پایینش داره، بالاش هم یه نوار اضافه داره. میدونین برای چیه؟ کسی میدونه؟ ببینید ارتدوکس‌ها اعتقاد دارن، یعنی توی اناجیل هم نوشته شده که وقتی عیسی رو به صلیب کشیدن بالای سرش یه تابلو زدن. اون موقع رومی‌ها این کار می‌کردن، میومدن کسی رو که می‌خواستن مجازات کنن وقتی به صلیب می‌کشیدن بالای سرش اسمش رو می‌زدن و برای اینکه عیسی رو تحقیر کنن و یهودی‌ها رو سرکوب کنن بالای سرش نوشتن عیسی ناصری پادشاه یهود، که ما مثلا این بلا رو سرش آوردیم. توی مجسمه‌های کلیساهای کاتولیک هم می‌بینید که یه تاجی از خار رو سر عیسی است. میگن که مثلا ببین توی مذاهب دیگه مسیحیت میگن پاهای عیسی رو گذاشتن روی همدیگه و اونجوری میخ کردن توی صلیب. خب ولی برخلاف خیلی از سفرها این تور لیدرامون واقعا اطلاعات خوبی داشتن و خب کافی بود برین کنارشون و باشون صحبت کنین تا هر چیز میدونستن رو بگن. در کل حرف خاصی نمیزدن مگر اینکه متوجه میشن شما علاقه دارین که بدونید واقعا و براتون کلی توضیح میدادن. یعنی جوری ریز ریز موارد رو این زن و شوهر توضیح میدادن که خود من کیف کردم. و بی‌عدالتی در مورد عیسی شکل گرفت و در حقش بی‌عدالتی شد و ترازوی عدالت از تراز خودش خارج شد. قسمت راست همیشه اینجوریه. صلیب تو همه تاریخ این منطقه نمادی از خورشید بوده، چه توی مصر، چه تو عراق، چه تو ایران، چه در قسمت قفقاز صلیب نماد خورشید بوده و قسمت راست گتاس، یونانی‌ها میگن طلوع خورشید، قسمت چپ میگن غروب خورشید، زندگی، مرگ. این قدیمی ترین تعریف از این قسمت از صلیب. رفتیم داخل و در مجموع خیلی چیزا به درد نخوری داشت، یعنی چیزایی که هر جای شما میتونید پیدا کنید و چیز مختص به کلیسا یا یه چیز خیلی خاص نبود که آدم دلش بخواد از اون مکان بخره، به جز یه سری نمادهای خود شهر که به صورت مگنت بود و شما میتونستین بچسبونین مثلا روی یخچال اینجور چیزا. از اینه که از هر جایی که میرین یه دونه یادگاری میگیرین. از این چیزا بخریم. حالیوا پرو. آفتاب به شدت زیاد بود، شدید بود. تو مهر ماه ما رفتیم و آفتاب فوق العاده شد. شهرم خیلی خوشگل بود، تمیز و خلوت بود. واقعا شهرش خیلی خلوت بود، ماشینا آروم راه می رفتن. در مورد سردر بزرگ این مکان گفت چون این در ورودی شاهان و بقیه اشرافزاده ها بود، یک سردر خیلی بلند و بزرگ و مجلل براش ساختن تا موقع ورود همه سرشون بره بالا و به عبارت کلاه از سرشون بیفته و در حقیقت در برابر شاه این مکان ریز و خرد بشن بعد ورود کنن به داخل. توی باغ پر از توتی‌های سبز بود، توتی‌های کاشکو سبز
و پرواز میکردن، همینجور سوت میزدن، خیلی بامزه بود. حالا اگه اینجا بود همه شکارش میکردن. تمامی ورودی ها از هفته گذشته تا این هفته افزایش قیمت داشت و لیدرهایی که هفته پیش اومده بودن با همون حال هوا دوباره مثلا مبلغ دریافت کردن. وقتی وارد شدن افزایش داشته، خیلی لیدرها هم عصبی شده بودن. اینجا اتفاقی گوشه هم مکان زورخونه پیدا کردیم، یه زورخونه واقعی که یه نفر داشت آهنگ میزد که البته لیدرمون که متوجه شد ما به این مکان علاقه داریم گفت که اسم اینجا گود هست و اگر بدونید اون مکانی که باید ورزشکارا ورزش کنن یک مقدار پایین‌تره و گوده که اینجا نیست و این مکان در حقیقت یک نماده فقط. چیز جالب دیگه این که گفت بعد از اینکه اسلام وارد ایران شد خواستن ورزش زورخونه رو از بین ببرن و تقریبا موفق شدن. منتها چجور جلوش رو گرفتن؟ با یک سری نمادهای اسلام رو وارد این ورزش کردن و تقریبا موفق شدن بخشی از این ورزش زورخونه‌ای رو نجات بدن که هنوزم که هنوزه ما میبینیم. رفتیم به دولتخانه صفوی، اونجایی که بالاش تالار شیشه های رنگی داره، بهش میگن اوراسی فکر کنم. خب نور خورشید که میخوره توش خیلی عالی. جلوش یه آقایی داشت خط نوشته کار میکرد و چقدرم زیاد بود و متاسفانه هیچ کی ازش نمیخرید. خود منم نخریدم. در اصلی امارتخانه دولتخانه صفوی بوده و اون کاخی که وقتی نور آفتاب میخوره بهشون کل سالن رنگی میشه و پله های خیلی بلندی داشت، راهروهای تنگ، پله های خیلی بلند و مردمی که بسیار با فرهنگ رو این دیوارا انقدر نقاشی کشیده بودن که همه شیشه بند شده. الان سالن پایینش یک سری راهرو داشت و توی هر راهرو یک سری نماد و چیزهای مختلف قرار داده بودن. یه دونه ساز بود، ساز فرش بهش میگفتن. این ساز فرش طوری طراحی شده بود که همزمان 8 نفر میتونستن 8 ساز مختلف، یعنی 8 موزیک مختلف رو روش بزنن و انجام بدن. کمی جلوتر فکر میکنم ویدیوش رو گذاشتم. برای نهار رفتیم رستوران آرمانی و قیم نثار سفارش دادیم که بسیار خوشگل بود ولی خوشمزه نبود. گوشتاش خیلی سفت بود و اکثر بشقابا رو نگاه می‌کردن گوشتا مونده بود. رستوران آرمانی. بعدش رفتیم این موزه مردم شناسی حمام قجر. ماکت ها خیلی طبیعی بودن، جوری که اگر چند ثانیه نگاه میکردید واقعا شما خوف میگرفت، انقدر طبیعی بودن بعضیاشون. هستن که با خودشون مثلا میوه و اونجور چیزا میبرن تو همون، نمیدونم قدیم میبردن مادر بزرگان میبردن، تعریف هم میکردن. یکی از مراکز تجمع مردم عادی همدیگر رو میدیدن همین همون میومدن با خودشون میوه، مخصوصا خانم میومدن با خودشون میوه میآوردن، اینجا میومدن چای میخوردن. هنوز تو همونهای قدیمی خیلی شهرستانا صدا میکنن دوغ خنک بیارن،
نوشابه خنک بیارم. من بچه بودم یادم نه این خیلی پیرم اصلا میگرفتن کارهای حتی پزشکی میکنن دندون میکشیدن توی همون بعد جان عروسی میبردن عروس رو میبردن آره بیا ببینیم یه چیز خیلی جالب در مورد این حمام اینه که اگر شما گوشه یک ستون صحبت میکردین حتی در حالت خیلی آروم شخصی که اون طرف گوشه اون یکی ستون وایستاده به وضوح صدای شما رو بشنوه و واقعا عجیب بود و یکم ترسناک بود حتی. صدای منو میشنوه ماما؟ در نهایت رفتیم به بازار قزوین. من دلم میخواست به صحبت‌های لیدر گوش بدم ولی خیلی مهم‌تر دیدم یک گربه با دم پشمالو و چقدر عجیبه که اینجا گربه هاش به راحتی میذارن شما بهشون دست بزنی و فرار نمیکنن. همه خیلی اهلی و مهربونن و تمیزن. باورم نمیشد همشون تمیز بودن. حالا یکم گرد و خاک داشتن ولی عملا تمیز بودن. تمام غرفه ها و مغازه ها توی این بازار به شدت خوشگل بودن. دونه دونه معلوم با سلیقه چیده شدن، با سلیقه وسیله ها رو انتخاب کردن و گربه های بسیار با مزه که اینجا داشت با گوشی من بازی میکرد. خیلی گوگولی بودن و میگم میتونستین کامل راحت دست بزنین. و اما کافه های خوشگل، معروف ترین کافهش مثل اینکه کافه ارسیه بود که اکثر بچه ها رفتن اونجا و چیزهای مختلف امتحان کردن. شیرینی های قزوین هم که از همه معروف تر اون باقلواشه که چند لایه داره، زعفران، بادوم و پسته که خیلی خوشمزه است. ماجرا غم‌انگیز از اونجا شروع شد که من خیلی تشنم بود و واقعا دلم خواست یه چیزی هم بخورم، یه بیسکویتی شکلاتی و ما کل این مسیر رو بالا و پایین رفتیم. حتی یک سوپرمارکت نبود. ما با دلمون برای شهر خودمون تنگ شد. شهر ما شهر شکمه، اینجا کوف پیدا نمیشه، از تشنگی دهنمون خشک شد. آب میوه هرچی بستنیه. حتی یه سوپرمارکت نیست. سوپرمارکت فقط عطاری دارن، فقط عطاری بازه. حتی یه سوپرمارکت پیدا نمی‌کنی. آب میوه فروشیش زمان 60 سال پیش از آب میوه فروشی ها بود. بعدش رفتیم حسینی امینی ها که خب چرا اینجا حسینی است؟ ماجرا از این قرار بود که زمان شاه اشاره میکرد هر منزلی رو که میخواست مال خودش میکرد. منتها شخصی که صاحب این خونه بود تصمیم گرفت اینجا رو به عنوان حسینی معرفی کنه که شاه نتونه ازش اینجا رو بگیره. اینجا انباریش بود و شما میبینید چقدر تو در تو بود. محلی بود که حالا کنیزها و کارگرهاش اینجا زندگی میکردن، میموندن، انبار غذاشون بود و اون زمان برای ساخت فقط این خونه به جز ساخت آجرهاش، یعنی هزینه آجرهاش 48,000 تومان خرج کرد. نه اینجا این نه
فیلم سمندون و فیلم زیبای جیران رو توی این ساختمون ساختن. من اینجا یه برعکسی بیاتون رنگ بایستی هست. در حالی که همچنان داشتیم از تشنگی غش می‌کردیم، کنار اینجا یه دونه آب میوه فروشی پیدا کردیم که بسیار کثیف بود، ولی خب دیگه چاره‌ای نداشتیم. داخلم همه جا اینجا یه دونه بایستی. و به این صورت قصه ما به انتها رسید و ما برگشتیم شهر. شاید فکر کنید تو راه برگشت همه خواب بودم و خیلی کسل کننده بود، اما اینجا رو ببینید.